سلام برای بچه، کوما هستم. به کانال من خوش اومدین. امروز اومدیم با بازی ایلومیناتی. 100% همتون این سازمان رو میشناسین و اطلاعاتی دارین درباره این سازمان، اما من بازی توضیح مختصری میدم. ایلومیناتی یک انجمن مخفی در عصر روشنگری تأسیس شده در 1 مه 1776 در بایرن، بخشی از آلمان امروزی بود. اهداف این انجمن مقابله با نفوذ خرافه، ظلمت پرستی و نفوذ مذهب بر زندگی عمومی و سوء استفاده از قدرت بود. ایلومیناتی در کنار فراماسونری و دیگر انجمن‌های مخفی به تشویق کلیساهای کاتولیک در سالهای 1784، 1785، 1787 و 1790 با فرمان پادشاه بایرن ممنوع شدند. در سالهای بعد این نوع گروه‌ها از سوی منتقدین محافظه‌کار و مذهبی که ادعا می‌کردند فعالیت‌های آنها به طور زیرزمینی ادامه دارد و مسئول انقلاب فرانسه هستند با تهمت مواجه بود. این سازمان‌ها اغلب متهم به دسیسه‌چینی برای کنترل امور جهان از طریق برنامه‌ریزی و هدایت رخدادها و نفوذ و ایجاد یک نظم نوین جهانی هستند. ایلومیناتی همچون عروسک خیمه شب‌بازی در رمان، فیلم‌ها، برنامه‌های تلویزیونی، بازی‌های ویدیویی، موزیک ویدیوها را در کنترل دارد. بر پایه عقاید برخی از ادیان مانند اسلام و مسیحیت، نماد چشم ایزدی نشانگر موجود آخرزمان است. در این زمینه مستندها و ویدیوهایی ساخته و تولید شده است که جهت شناساندن ایلومیناتی و نمادهای مورد علاقه آنها در شبکه‌های مجازی منتشر شده‌اند. حالا بریم سراغ توضیحی که خود بازی در اختیار ما گذاشته. بت‌های پاپ، علاقه‌مندان فراماسونری، رهبران جهان و بیگانگان علاوه بر پول، قدرت و سفینه فضایی هوشمندانه مبدل دارند. همه آنها ایلومیناتی است. تا آنجا که میتوانید افراد بیشتری را تحت تاثیر قرار دهید. کنترل ذهن، اخبار جعلی، پیام‌های پنهان در موزیک ویدیوها، مواد عجیب در منابع آب. شبیه ساز ایلومیناتی مسیرهای شگفت‌آور گسترده‌ای از مسیرهای تسلط بر جهان وجود دارد. فقط کافی است توطئه کلیکگر شبیه ساز مورد علاقه خود را انتخاب کنید. این بازی به 10 بخش تقسیم شده که در تمام این 10 بخش فعالیت‌های ایلومیناتی رو ذکر کرده و همه رو ما معنی کردیم. شماره 1 دامن زدن به تئوری‌های توطئه. شماره 2 انتشار اخبار جعلی در رسانه‌ها. شماره 3 کنترل بزرگترین شرکت‌ها. شماره 4 با خزندگان دوست شوید. شماره 5 شستشوی مغزی هنرمندان پاپ. شماره 6 یک مخبر در دولت قرار دهید. شماره 7 حاکمان عروسکی را کنترل کنید. شماره 8 از طریق وایفای بر ذهن‌ها تاثیر می‌گذارد. شماره 9 سیستم‌های کنترل آب و هوا و در آخر شماره 10 شروع جنگ برای سود.